کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه 5 با دایر نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی یک گروه جنایت پیشه عبارت از 4 نفر ساکنان ناحیه مذکور را که 3 نفرشان پیش سود شدند با گمانی دست داشتن در معاملات غیرقانونی مواد نشه‌دار و با مقصدی در آینده به صاحبیت شخص دیگر دادن معین و دستگیر نمودند. اینها رسولوف خیرالدین، سلطیف قربان علی سال تولدشان 1976، شاه سعیدف اسمت سال تولدش 1969 که پیش 2 مراتبگی با ماده 200 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان سود شدند و عبدالقادرف اسام‌الدین سال تولدش 1980 می باشند. سنه 18 می سال روان هنگامی از نظرگذرانی منزل اجاروی شهروند عبدالقادرف اسام‌الدین در داخل بارخالتا یک عدد سلفن پلی‌اتیلنی رنگش سیاه که در داخل آن یک عدد بسته پیچانیده شده مواد نشه‌دار بود دریافت و مصادره کرده شد که به نوع حشیش منسوب بوده. وزن عمومی موادی در بالا ذکر شده 1 کیلوگرم و 0.128 گرم را تشکیل می دهد. معین کرده شد که گمانبر عبدالقادرف با رفیقان دیگر جنایت پیشش رسولوف خیرالدین، سلطیف قربان علی و شاه سعیدف اسمت پیوسته به خرید و فروش و استعمال مواد نشه‌آور مشغول بوده و با این راه منفعت به دست می‌آورند. افرادی که می‌خواهند با راه خرید و فروش موادهای نشه‌آور صاحب دولت و ثروت گردند و اندیشه از آن ندارند که هزاران نفر دیگر را مبتلای نشه‌مندی می‌نمایند و آینده جامعه ما را خراب می‌سازند. اینچنین کارمندان میلیسیا با بردن یک قطار کارکرد اخبارات‌های اپراتیوی معین نمودند که این 4 نفر جنایت پیشه با شهروند جمهوری اسلامی افغانستان رحمت ولدی ولی شناسایی پیدا نموده با مصلحت پیشکی از اون مقدار کلان مواد نشه‌دار را درخواست نمودند که با 1 نفر از دستیارانش مقدار مواد نشه‌دار را به آنها روان کند. هنگام عبور سرحد جمهوری تاجیکستان شهروند جمهوری اسلامی افغانستان جلال‌الدین ولدی عبدالجبار که مواد نشه‌آوری با خود داشته را به طور قاچاق بهره دادن به صاحبیت سلطیف قربان علی در حجم 40 کیلوگرم و 375 گرم از جانب کارمندان اطلاعات سرحدی کمیته دولتی امنیت ملی و کارمندان شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه 5 دستگیر کرده شد. موافق معلوماتنامه متخصص اکسپرتیزه تشخیص کریمینالی واسطه‌های مصادره شده به موادهای نشه‌دار نوع حشیش منسوب می‌باشند. در شعبه تفتیشاتی شعبه وزارت کارهای داخلی در ناحیه 5 نسبت گمانبران پرونده جنایتی با ماده 200 کودکس جنایتی جمهوری تاجیکستان آغاز گردیده تفتیشات ادامه دارد.